بله شاهدای شما را میخوایم. خانم توکچه و آقا سار. خوش آمدید. بله درخواست عروسیتان به قسم نوشتاری به ما فرستاده بودید. در نتیجه تحقیقی که ما کردیم معلوم شد که به خاطر ازدواج شما هیچ مانعی وجود ندارد دوستا. حالا یک دفعه دیگر در مقابل شاهدا و مهمانان درخواستتان با ما گفته میتونین؟ شما محترم از سفدا علمیز بدونی که تحت فشار کسی باشین با اراده خود آیا محترم آیگار سارکایا را با تمام عمر به صفت شوهرتان قبول دارین؟ از شما پرسان میکنم. سفدا. بله خدای شکر. بسیار تشکر. شما محترم آیگار سارکایا بدون تحت فشار کدام کسی با اراده خود محترم از سفدا علمیزه با تمام عمر با صفت خانم خود قبول دارین؟ میشه بگوین؟ بله. بسیار تشکر. دوستا شما با خوشی خود به اینا شاهدی میدین خانم توکچه؟ بله. آقا سار؟ بله. لطفاً امضا کنید. علی؟ علی اینجا چی کار داره؟ راستش نمیفهمم. کوکسال اینجا چی جریان داره؟ سفدا میشه همراه ما بیایی؟ علی نخو لطفا. سفدا هیچ جایی نمیره آدم احمق. چه است؟ کوکسال! سفدا! دختر! سفدا این طرف بیا! کوکسالی چی میکنه؟ دیوانه شده؟ لطفا یک کسی کمک کنه! سفدا این طرف بیا دختره! سفدا! سفدا همراه ما بیا. گفتم که سفدا هیچ جایی نمیره احمق. اویگار اگه یه روزی ره تو بازور با تهدید سر سفدا کده باشی دوباره اینجا میایم. باره دیگه میایم جانت میگیرم. بریم سفدا. سفدا! پلیس رو بخواین. با پلیس زنگ بزن سا زوچو حالا. علی چی میکنی؟ مرا این قسم کجا میبری ها؟ تا وقتی که کل چیزا برم نگویی. ایرای ما اما تو مستقیم ادامه خود داشت. هیچ چیز برای گفتن نیست علی. گوش کن. میفهمم که کدام چیز را از ما پاک میکنی اما این کار امروز خلاص میشه.
با ما کلو چیزم میگی؟ چرا نمیخوای گپا بفهمی؟ ما متوجه شدیم که ما هیچ مناسب یکی دیگه نیستیم. داخل شدن به دنیای تو تمامش یک اشتباه بود. مقابل شدن ما واقعا یک چانس بد بود. چرا نمیخوای گپا قبول کنی؟ همراه مروسی میکنی سفدا؟ بله بله بله. او گپ نمیزنه، هیچ چیز نمیگه. کدام چیز است که میخواد کلگی بود کنه. اما من خودم شنیدم میگفت علی مرا ببخش. از جدا شدن با شما بسیار پشیمان است. اگر نه در روز نکاح خود طرف عکس تو سرکده چرا باید گریان کنه؟ والا افسوس با استاد علی. دست لو دختر بسیار خوب معلوم میشد. یعنی چطور این کار کرد؟ مام نفهمیدم کدام مشکل خدا را پرسان کردم اما برم نگفت. هر کسی یک مشکل داره، فقط به گفتنی که کدام مشکل داره قسم کسی را خفه نباید بسازیم. یعنی ترک کردن چی مانا میته؟ باز میره کته او ایگار لعنتی عروسی میکنه. این کار هیچ خوب نیست. به نظر ما استاد علی حقی قسم یک کار نداشت. به نظر مام حقش نداشت. به هر صورت ما باید متوجه کار خود باشیم. چی گفتی؟ کار ما چی است؟ یعنی میگم که حالت ما چطور خود شد؟ حالت ما را دیگه چی شده؟ مثلا هر شب وقت خانه میرم کلی چیز ناخوشایند است برم. فقط یک چند تا سنگ است و یک دیوار. یعنی میخوایی صاحب یک ایوان چیز شوی چطور؟ نه این قسم یک چیز نیست. این قسم وقت سر خود در بالشت میمونم باز فکر میکنم که در یک اقیانوس بزرگ غرق شدیم. آقا پیلوت، کسی که از گپ خود میگذره و سر گپ خود استاد نمی باشه من از او قسم آدم خوشم نمیایم. ها بله ما هیچ خوش ندارم، حتی نفرت دارم از او قسم آدم. این دیگه چه قسم است جانم؟ مردم از گپ خود تیر میشه، امکان نداره. در این وقتی گفتم کجا شد؟ ببخشین میتونین بیاین؟ از راه خامه به طرف چپ در خوردم، راه شخصی که به تعقیبش هستیم. مطلب گرفته شد. تو خود گفتی آدم از سیف دامن صرف شده ایگار. باز چی شده که؟ نمیفهم اما ناب خود زحمت میده. سیف داره هیچ کسی از ما گرفتن نمیتونه و دیگه ای که با دیل ای کارا باید حتما بپردازه. گوشکایی تو نکن لطفا. ما جدا شدیم، با یه قسم رفتار کردنت کار دگام سخت میشه. چرا نمیفهمی؟ سیفدا خوب طرف چشمایم سیل کن و برم بگو که دیگه مرا دوست نداری. نکن لطفا. برم بگو که مرا دوست نداری سیفدا. تو رم اینجا اعلام میکنم. سیفدا
چشمایت از ما دور نتی لطفا. حالا زود چو برم بگو. دیده شد که موتر به طرف ساحل رفت. درست است، ما نزدیکشان هستیم. حالا صاحب حالا نباید پلیس را گم کنی. حالا حالا بگو. برام جواب بده سیفدا. اگر کتما عروسی نکنی باز با علی میگم که بچه تا کوکسال کشته. وقتی که خبر شوه باز میفهمی که چی میشه. کوکسالا میکشه. بعدن باز پدرت به قبرستان و علی هم در زندان میره. تو میمانی و من میمانم. عجله کو برام بگو سیفدا. عجله کو. تکان نخور، تسلیم شو. دیگه پروسس که نفر شما را بازور اینجا ورده؟ خانم محترم از شما پرسان کردم راست است که این نفر شما را اینجا ورده؟ اگه امیال شکایت نکنی بازدم اینجا به علی میگم که بچه تا پدرت تو کشته. سیفدا شکایت کن تا وقتی که عروسی ما خلاص میشه او باید در زندان باشه. اگه نه یارم نمی باشه سیفدا باز رفته و شکایت تا پس میگیری. از شما پرسان میکنم دیگه پروسس است که نفر شما را به زور اینجا ورده؟ بله. سیفدا
والا بسیار بد شد امروی استاد علی. والا اینا بسیار بد شد. یک آدم قوی را بروی زمین لیش کردن. با کوی که او تکیه کده او را هیچ بادی از بین برده نمیتونه. در پشت او آقا کرد است. تشویش نکو تا یک 2 روز دیگه ایلاش میکنن. بچه مگه ایلاش هم کنن چی به درد میخوره؟ قلب و آدم آتش گرفته و داد. اگه تمام او دنیا رم سرش بندازه بازم به خاطر خاموش کردن و آتش کفایت نمیکنه. کسی را که او آدم دوست داشت ازش گرفتن. بیبی اگه من به جای استاد می بودم نه اول خود سر او ایگار با شمشیر می بریدم فهمیدی؟ بعد از او باز مغزای خود باد می کدم. اما ای استاد یک انسان با ایمان است، مثل ما نیست. از گناه کردن می ترسه اگه نه. اما حال دیگه هیچ گپ درست نگفتی بیادر. نه که ما بی ایمان هستیم. او قسم نگو بچیم. اما هر کو به اندازه خود برف کوش داره ودت. نه که ایمان استاد و ایمان ما یک قسم است. ما در گناه غرق هستیم بچیم، در گناه. ما را از دعایتان فراموش نکنین ملا صاحب. بازم به خیر بگذره. زنده باشین. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم سلام بچه. علیکم سلام ملا صاحب. نام من حیاتی وارکان است. در اینجا مرا بالاتله میگن. مام علی هستم. علی هوروغلو. ملا صاحب زیاد در اینجا نمیاین. به خاطر چی در اینجا آمدی؟ کدام تخت خالی است؟ اگر خواسته باشی اول به سوال من جواب بده ملا صاحب. به خاطر یک غلط فهم اینجا آمدیم. همراه یک شخص غلط، یک معامله غلط کردیم. همیشه همین قسم میشه. انسان باید بفهمه که امریکی چه قسم رفتار کنه. به هر صورت در اینجا زیاد وقت داره. هرچی لازم باشه به تو یاد میدیم. او تا استاد نشو. بفرما اونجا بیشی. بچه‌م کلچک چرا استاد هستی؟ به ملا صاحب یک گلاس چای بیار. ضرور نیست. اگه به چیز ضرورت داشتم خودم میگیرم. خدا را شکر برم دست پای داده. حالا چای بیار. یعنی که هنوزم دم و جای سابقش است. خواهر سینان در اینجا شما چی میکنین؟ تو در اینجا چی کار داری سینان؟ ما امیر پرسان میکنم جان لالا. وقت علی بیادر دوست نداری باز تو در اینجا چی کار داشته میتونی؟ سینان من در اینجا آرامش به دست میارم.
خیلی لطفا تو هم مرا درک کن. وقتی که ده اینجا آرامش به دست میاری باز چرا همراه اویگار عروسی که دی خواهر؟ به خاطر چی؟ سینان لطفا از من سوال نکن. لطفا. پیلوت کسی به دیدنت آمده. سلام. چطور هستی؟ خوب هستم ماما. تو ده اینجا ما با تشویشت بودم، باز با دیدنت آمدم و دیگه ای که اگه کار نداری کم قدم بزنیم. در بیرون هوا بسیار خوب است. بیبی دختر جان، هوای ما همیشه پاک است اما آمدن تو ده اینجا هیچ کار خوب نیست. پیلوت ای که ده اینجا چی کار آمشم میفهمم. ضرور نیست که تو از ما چیزی را پد کنی. البته که به نظر من هیچ کار غلطی هم نمی کنی. ما امرای دویگو ملاقات داشتم. ما به منطقه میرم. اگه میخوایی بیا که بریم در آب هم دیگه گپ میزنیم. درست است. مادر ما که آقا پیلوت دوست شدیم. چه قسم دوست یعنی؟ قسمه که میفهمین دیگه دوست شدیم، یعنی تصمیم گرفتیم که به او یک چانس بدم. جدی هستی؟ بله. دویگو های زیاد خوش شدم. بالاخره تانستی که درست و غلط است هم فرق کنی. در اون صورت خیلی زود که با پیش ببریم. مادر پیش بردن چی؟ هنوز هیچ گپ نیست. دخترم آقا پیلوت تو را زیاد دوست داره. تو هم برش روی خوش نشان دادی. من همیشه برش چی میگم؟ در کار خیر هر وقت باید دجلک کنی دختر مقبولم. بیادر چند دقیقه گپ زدن میتونی؟ البته سینان بیا بیشی. چای میخوری؟ نه بیادر زنده باشی. بگو سینان. خواهرم زیاد خفه است بیادر. متوجه گپ خواستی نه؟ به خاطر استرس عروسی است. نیست. کدام گپ دیگه در بین است نه که دیده نمیتونی بیادر جان. و یا هم که نمیخوایی ببینی. تو میخوایی چی بگی سینان؟ به نظر تو فعلا خواهرم کجاست بیادر؟ نمیفهمم. حتما در منزل بالاست دیگه. نیست بیادر، در خانه استاد علی است. اگه تو واقعا سفدار دوست میداشتی نه بازی را میفهمیدی که او فعلا چقدر جگرخون است. این کار قسم نمیشه صاحب. اینا بسیار زود میفهمند که چی گپ است. چی را میفهمن اویگار؟ اگه موضوع از جگرخون بودن سفدا باشه او دختر و مثل جسد دی خانه میگرده دی هیچ گپ نیست. اما چیزی را که من نمیفهمم است او خانم وقت علی را قدر دوست داره. او تو چطور به عروسی کردن قانع ساختی؟ تا وقتی که علی زنده باشه چشم سفدا بغیر از او دیگه هیچ کس نمیبینه. در قصهش نمیشیم. ما کار خدا ادامه میتیم و سفدا بالاخره که از ما میشه. تو میخوای چی کنی؟ شکایت را که از علی کده بودی و رام گرفتی؟ باید که اما تو میشد صاحب. مجبور بودم که اعتماد سفدا را به دست بیارم. اگه نه باز مشکل خلق میکرد. اما اگه علی در زندان کشته شوه باز وقت سفدا با ما اصلا شک نمیکنه. اویگار علی سب آزاد میشه. خیلی خوبش. به این مناست که یک شو داریم. در یک شو یک قتل میشه. تو برو بررسی که دیگه کیا همراهش هستن. ما یک فکر کنم که چی کدام میتونم.
وقتی که الباسک شروع شد ترسیدم، باز اینجا آمدم. فکر کنم همه تو خوابم برده بود. علی، من میخوایم ازت جدا شم. وقت دراز 2 ساعت شده که تا یک چای جور کردن نتونستی؟ بیادر جانم یالا آماده میشه. بفرمایین. کارم صحیح کردن نمیتونی. خاک در سرت کده ای چای آوردنت. کارت صحیح بکن لوده. بسیار میبخشی بیادر، اشتباه شد. ملا این وظیفه را به تو بتم چطور؟ این دست و پاش میلرزه. بیا زو مریض است. گفته بودی کار خوب یاد داری نه؟ پس بیا دیگه. ملا نمازت بخوان، باز به خیر بیا. کارت شروع کن. بجازی هر چی ما بگویم باید همو کار بکنی. اینجا از خود یک نظم، یک قانون، یک اصول داره. بیادر یادم بخی گنگه شده، حتی یک کلمه از دانش نمیبراید. بچه من چقدر گنگارم مثل بلبل و گپ آوردیم. تا یک چند روز دیگه ایرام سر گپ میارمش. زیاد به تشویش تو هستم، به تشویش زندگیت هستم. به تشویش چی ما هستی؟ ما اتو یک آدم رو که راست هستم، یعنی چیزی را که میبینی همو هستم، نه کمتر نه هم زیادتر. زیاد محافظه کار هستی، یعنی خانوادت کجاستن؟ چی میکنن؟ خواهر و برادر داری؟ من صاحب 2 خانواده هستم. نفهمیدم یعنی چی که صاحب 2 خانواده هستی؟ دیگه چی مانامته دیگه؟ یکش اصلی است، دیگهش اندر. من فقط اندریش به یاد دارم. ارنیکو پدر اندرم بود، او را کشتن. ویدتان بیادر اندرم است. پس خانواده اصلی چی؟ ولی به یاد ندارم. یک انسان اگه چهره خانوادهش به یاد نداشته باشه، از او قدر جزای کلان برش نیست. یعنی هیچ به یادت نیست؟ بعضا یگان بار بیادرم به یادم میآید. کوشش میکنم که گذشته من به یاد بیارم، اما نمیشه. به هر شکلی که کوشش میکنم نمیتونم به یاد بیارم. مثل هر چیز دیگه نمیتونم دوباره فکر کنم. شاید بیادرت و خانواده‌تان پشت تو میگردن. مادر پدرم مردن. یگانه چیزی که به یاد دارم همین است. اگه بیادرم زنده باشه و ای بیادرش فراموش نکرده باشه، حتما پشتم میگردن. نمیفهمم. هیچ نمیفهمم. سفدا سفدا نرو. بچیم رفتن. کلشم رفتن. تو نرو. سفدا
بفرمایین ملا صاحب، تازه دم کردیم. خیر ببینی نمیخورم. محافظ چی شده ملا صاحب؟ میخوای موضوع بگیرم. خدا قبول کنه. امروز تو را باز زیاد قار ساختم. میفهمم میخوایی از زبان خودم بشنوی که بگویم دوستت دارم. حق داری، اما نمیتونم تو را در زندگی تاریکی خود بیارم. اگر یک روز این خبر به حقیقت تبدیل کرده بتونم، دمو روز عروسی مایی کتاب شده برات خود دادم. سیفدای، اگر تو نباشی من چی کنم هیچ نمیتونم. کل راهای زندگیم طرف تو میره، اما از راه رفتن میترسم. نمیتونم خود از قبرستان قلبم بیرون کنم. دستت دراز کن و برکت کن. خدا تو به من صبر دادی. به هر صورتش ارنیکو مرا سر کا جمع کرد، کلانم کرد، سلا را به دستم داد. یعنی واضح بگویم که با سلا به دنیا آمدم و با سلا کلان شدیم. تا این سنم قسم زندگی کردیم. میفهمی؟ به نظر من سلا دست تو زیاد نمود میده. راست میگی مترس؟ مترس. ما میتونم همینجا پایین شم؟ میخوایم یک بار تو مرکید برم؟ البته بسیار تشکر. بازم شما تا به شما یک درس نتم آدم نمیشیم نه؟ تا که ما تو را درس ندیم آدم نمیشه. حالا پیش شد. حالا دیگه ما کاملا مطمئن شدیم. ما بدون تو بودن نمیتونم سفته. میشکنم، قار میشم، چرت میزنم. بعضی وقتا چیزایی که مرا به خودم میاره اونو را دیدن نمیتونم. با وجودی که قدر به تو نزدیک هستم نمیتونم از توی قدر دور باشم. اگه حسادت کنم، اگه برات بگویم که تو را دوست دارم، یک بار اگه باور کرده بتونم که با هم بودن ما خوشبخت ما میسازه. کاش که یک بار باور بتونم. بچگه اینجا بیا، زود باش. بفرمایین بیادر. چرا سر به دل خود کار میکنی لوده؟ از اینکه کلی آشپزخانه را برات دادیم حالا خدا صاحب آشپزخانه فکر کردی؟ ببخشین بیادر، میخواستم با ملا صاحب چای باش دیگه. بیادر مرا دو نزنی. اگه دو بزنم چی میشه بچه لودی احمق؟ چی میشه؟ بخیر برو اونجا بشی. ملا او را ایلاکو، کارم هنوز که تو خلاص نشده. تو برو دم اونجا بشی.
اگه یک دفعه دیگه سر از این بچه دست بالا کنی کار میکنم که دیگه قواریت نشناسی. تو چی میگی ملا صاحب؟ ها؟ چی میگی؟ نمازت بخوان ثوابت ببر. اگه آدم دیندار هستی مصروف دینت باش. در کاری که مربوطت نمیشه مداخله نکن. به شما دین غلط یاد دادن. کسی که در مقابل به انصافی سکوت میکنه به این مناست که از شیطان پیروی کرده. ملا بی عاقل باش. اینجا مسجد نیست. این خطبه‌هایت در مدرسه و مسجد گفته میتونی. به خاطر قاق رو در خدا نفدا کن ما را گناهکار بساز. برو به کارت برس. والا ما چیزی را که باید گفتم بیادر. از این بعد به این بچه دست زدن نمیتونی. اگر پشیمان میشی بان که واضح تر برات بگویم در جایی که ما باشم در اونجا به هیچ کس ضرر رساندن نمیتونی، به خاطر که خداوند ظالم را دوست نداره. پشت درد سر میگردی مولا صاحب. چطور؟ صاحب این جمعه هستم. این رو حال خاط فهمیدی. تو امشب اینجا نیستی. هر طرفی خانه حال بسیار آرام است. بدون تو توان استاد شدن نمی داشته باشم. پشت صدای مقبولت سیف دایم از هم یاله دق شدیم. این قسم نمیشه. دیگه بیشتر از این طاقت کردن نمیتونم. واقعا دیگه به عشقت تسلیم میشم. خدا داد. سیفدا خواهر، تو دیگه خواهر من نیستی. در خانه ملا صاحب چی میکنی؟ ملا صاحب تو را زیاد دوست داشت. او را در زندان انداختی. بعدش هم رفتی امراه یک نفر دیگه عروسی کردی. قسمت بعدی. دوستای بیرون از زندانات اشتباه تحقیق کردن. با اونا بگو برن کم دگام تحقیق کنن. بازو وقتی را میفهمی که من ملا نیستم.